به نام خدا. سلام مجدد خدمت دانش آموزان عزیزم. ببین بچه‌ها، تو بحث رقم صدم گفتیم صدم یعنی دو رقم بعد از ممیز. دو رقم بعد از ممیز. ببینید بعد از ممیز یعنی سمت راست ممیز. دو رقم بعد از ممیز. سمت چپ ممیز میشه عدد صحیح ما و این قسمت بعد از ممیز هر چند تا که باشه میشه عدد رقم اعشاری ما. و این رو هم خدمتتون عرض کردیم که عدد اعشاری هر چقدر هم بزرگ باشه، عدد بزرگی باشه، به یک واحد کامل نمیرسه، یعنی به یک نمیرسه، به یکان نمیرسه. ببینید به یک واحد کامل نمیرسه. این عدد بین 2 و 3 قرار گرفته. این عدد 2.34 بین 2 و 3 قرار گرفته. ما میخوام اینا رسم کنیم، نشون بدیم، نمایش بدیم روی محور اعداد. ببینید 2 واحد کامل و 34 رو میخوایم نمایش بدیم. اول کاری که میکنیم 2 واحد کامل رو رسم کن، نمایش بده. بعد میریم سراغ رقم دهم عدد. ببینید رقم اولی که بعد از ممیز قرار گرفته رقم دهم هست. اول رقم دهم رو نمایش میدیم. گفتیم بین 2 و 3 هست. بین 2 و 3. من با یه رنگ دیگه بنویسم. این هم 3. خب این واحد کامل به 10 قسمت مساوی تقسیم میشه. به 10 قسمت مساوی تقسیم میشه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم 10 و این هم 10. خب میام 3 دهم رو نمایش میدم. گفتیم 2 واحد کامل و 3 دهم. این 3 دهم ما بچه‌ها نگاه کنید. پس اینجا میشه 2 و 3 دهم. درست؟ حالا من میخوام رقم صدم رو نمایش بدم. رقم اعشاری صدم رو میخوام روی محور نمایش بدم. ببینید بچه‌ها، این 2 و 3 صدم رو در نظر بگیرید و بعدیش رو که چی میشه؟ اینجا چی میشه؟ 2 و 4 دهم. 2 و 4 دهم. یعنی این واحد، یعنی این 1 دهم رو من چیکار میکنم؟ روی یه محور دیگه یه محور رسم میکنم. 2 و 3 دهم رو مینویسم اول محور و 2 و 4 دهم رو هم مینویسم بعدش و میخوام بین اینها رو به 10 قسمت مساوی دوباره تقسیم کنم. این به 2 قسمت اول تقسیم کنم، این 5 میشه. ببینید بچه‌ها 1 2 3 4 و این هم 5. حالا من اندازه‌اش خیلی دقیق نیستن، شما سعی کنید دقیق تر. بیام این قسمت هم همینطور 1 2 3 4 و 5. خب 2 و 3 دهم. خب رقم بعدیمون چنده؟ 4. پس ما بین 2 و 3 دهم و 2 و 4 دهم میایم 4 تا میشماریم. 1 2 3 4. اینجا میشه عدد ما. بچه‌ها نگاه کنید، این میشه 2 و 34 صدم و این هم رقم صدم روی محور. ببینید اول یک محوری رسم میکنی، رقم دهم رو رسم میکنی، نمایش میدی، بعد رقم بعد از اون یعنی 2 و 4 دهم بین این دوتا رو روی یه محور دیگه، محور کوچیک هم میتونید رسم کنید، رسم میکنی و نمایش میدی. 2 و 3 به همین راحتی. موفق باشید.